سلام، خوش اومدی. هنوز بخار این چایه در میاد تو تصویرها؟ ما خیلی سعی کردیم که چند روز دیگه میفهمیم. بعضی موقع تصویرم شبیه شبکه خبر میشه. چرا؟ یه حالت آره گفتم یه ذره جا شلوغ گل میتونیم گل بذاریم این وسط. بعضی موقع میخوام زیرنویس بیاد چیکه صورت بریکینگ نیوز. آره بریکینگ نیوز. گل داریم، گل خوب داریم. آره گل خوب داریم ولی ارتفاعش رو کم زیاده. آره یه جا رو میگیره. خب خوش آمدین. ما قسمت چند 383 اپیزود دیگر، یک شنبه دیگر. زود داریم ضبط میکنیم. قبلی دوشنبه ضبط کردیم ها. نه سه شنبه شب. بله آره دیگه سه شنبه شب، الان یک شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه شنبه، 4 روز گذاشتیم پشتش. خیلی بی سابقه است. ولش کن، چی نمیخواد بگو. چش میزنه. زدی به تخته. در مورد همین میخوام یه صحبتی بکنم چون در مورد برین دارت صحبت کردیم و اینا، ولی خب بعضی ویدیوها رو آدم میبینه نمیتونه کامنت ها رو نخونه، نمیتونه شیر نکنه. یه ویدیویی بود این هفته من فرستادم در مورد باز کردن کیسه وقتی که از بیرون خرید کردیم ولی کیسه هاتون میخوای باز کنی، اون گره رو میگن با دست باز نکنی، چون شاید اون شخصی که گره رو بسته افکار بدی داشته و دلش پاک نبوده و داستان میاد تو زندگیتون. با قیچی زیر گره رو ببرید. فرد نمیدونه اون گره رو که وا میکنی اون مشکلات اون فرد توی زندگی شما جاری میشه، پخش میشه. آها. خب اتفاقا من خیلی وقت با قیچی پاره میکنم چون اصلا حالش نداره. ایشون توصیه داشتم با خود کیسه مصرف کنید، از کیسه در نیاید. میگو قیچی کنید ببرید. هموطن بوده دیگه، یعنی ایرانی بوده این که میگه. و 2 نفر من دیدم، 2 نفرمون و تعداد کامنت زیاد، هزار این صنعت. نه فکر کنم همه فوق. چقدر این صنعت بد و زشت شده. و فکر کنم تو اپیزود قبلی گفتیم با ایمانم بود این قضیه رو مطرح کردیم که چی؟ دعانویسی و صنعت دعانویسی اینا چقدر آره خیلی رایج. بابا توی یخچال من دعا گذاشته بودن، عکسش رو گذاشتیم. بله نه ولی کلا که اون رایجه، آدما میرن مثلا دور اطراف شنیدم مثلا طرف رفته توی رابطه مثلا میرن دعا میذارن. تو فوتبال خیلی دعا میذارن توی دروازه بعد گل نمیخوره. این دعانویسی اینا با همین داستان کیسه توی یک کاتگوریه یا مثلا اونا آره دیگه همش خرافه. آره همش. نه شاید اون کیسه غیر امن باشه ولی دعانویسی عمدی باشه. تو اسوم میکنی نه ولی باور داشته باشی که کیسه رو نباید باز کنی، همش همین. من داشتم به این فکر می‌کردم کل این داستانا خب خیلی چیزایی هست که میدونیم، چه میدونم از مزار یکی که میای خاکش نیاد تو خونه تو لباستو بتکنی و اینا اصلا من نشده بودم. اینا تو ونکوور صدق نمیکنه چون چرا هیچ جای خاکی نداره مزارو هر جا میرید گله شو خیسی با. من داشتم فکر کردم این یه قضیه 0 و 100 یا مثلا همه این داستانا رو قبول داری یا مثلا بعضیا شاید این چیزا براشون چرت باشه ولی همزمان شاید به سری اعتقاداتی تشریف باشه. فکر نکنم. نه ببین این که همش توی کاتگوریه به نظر من، حالا همش توی کاتگوریه، ولی اینکه حالا یه سری به یه سری چیزاش باور دارن یه سری ندارن، احتمالاً اکثریت اینجوری باشه. ولی آخه نکته اینه که ببین کلا تلقین و اینکه تو توی ذهنت به چی باور داری خیلی مهمه و اون کار میکنه واقعا. یعنی حالا مثلا دم دستش دروازه‌بانی که یه دعا نوشته گذاشتن توی دروازه‌اش، اون شاید تو ذهنش اینه که این دعا از من حفاظت میکنه و واقعا شاید هم خوب بازی کنه. یه چیزی داشتم میخونم راجع به نمیدونم صحبتش شده گرمی و سردی مواد غذایی، تو خودکست صحبتش نکردیم، جدید خوندم. آره یکی گفته بودش که آقا آره حالا شما بگید توی توییتر مثلا که بگید گرمی و سردی مواد وجود نداره ولی من نه ماهی و خیار و اینا میخورم سست میشم. بعد یکی اومده براش توضیح بابا اینا تلقینه. علاوه بر گرمی و سردی مثلا این تا خرافه دیگه هم قدیم بوده، الان دیگه اونا رایج نیست، تو اونا رو نمیشنوی و تاثیر اونا رو توی بدن خودت اصلا نمیبینی. چرا؟ چون تا حالا نشنیدی. اینو هی اسم میکنی تاثیر داره چون یکی مطرح کرده، بعد تو هم هی به خودت تلقین میکنی و فکر میکنی این تاثیر وجود داره، وگرنه گرمی و سردی اصلا مطلب علمی نیست. یکم اومده نوشته با ما بچگی ماهی رو با ماست میخوردیم هیچی، اونم نشه. آره نمیشه. من خیلی دوست دارم، شاید هم همچین تحقیقی شده
رو خارجی ها امتحان بکنن، بلایند تست بکنن، گرمی و سردی. آره گرم سردی بدم ببینن چه اتفاقی میفته. چون اینجا هم دارن دیگه، اینجا این همه سی فود دارن، این همه غذای دریایی دارن. من خیلی گشتم دنبالش ببینم مثلا ترم انگلیسیش اصلا وجود نداره. تنها چیزی که پیدا کردم یکی بود، یه خانم انگلیسی نوشته ولی عرب بود خودش، اونم مثلا ارجاع داده بود به یه چیزی نمیدونم از ایران و اینا. ولی خب آره اونم مال زمانی که من فکر می‌کنم دنیا 4 تا عنصر داره و یکی نمیدونم بلغمی و آره دیگه آب و خاک و فلان و اینا. اینم همینه، یعنی تلقین خب تاثیر داره. اینا همش ممکنه بره تو اون اپیزودی که من گفتم شاید بیاد بیرون راجع صدای درون و اینا، ولی تلقین واقعا تاثیر داره دیگه. حالا در مورد چیزم اینو می‌خواستم توی جالبا بگم، ولی چون حالا تاپیکش هست خرافه و اینا، ورژن آمریکای شمالیش هم زیاد هست. بعد یه دونه تازه تشویق هم میشه. نه یه ورژن این قدیمیه، ورژن آمریکا و کاناداییه که توی 2 فوریه این خرافه رو به صورت فان، البته اینجوری که من متوجه شدم، یه روزی هست به نام گراند هاگ دی. فیلمش هم هست. آره گراند هاگ مثل موش خرما، موش کوره که تو خاک میره میاد بیره. و ایدهش اینه که از اون دورانی که مهاجرای فکر کنم داچ اومدن توی اون محوطه‌ای که حالا الان اونتاریو پنسیلوانیا فکر کنم هست توی آمریکا، مهاجرت کردن از اروپا، اینو در واقع آوردن با خودشون این رسمو، که وقتی که این موش توی 2 فوریه بیاد بیرون از سوراخش و سایه خودشو ببینه و برگرده تو سوراخ، یعنی وینتر یا زمستون طولانی تری خواهیم داشت. زمستون 6 هفته ادامه خواهد داشت. ولی اگه سایه رو نبینه و ادامه بده، یعنی که بهار زودتر میاد. کجا هست این؟ چی؟ کجا هست این؟ هر جایی میتونه باشه، هر موشی رو شما پیدا کنید اون روز. ولی یه دونه معروف تو خود پنسیلوانیا هست، اسمشون فیله. میکشن فیلو بیرون و همه دست میزنن براش. تا میکشنش بیرون اون صدا یارو یه قیافه‌ای داره فوش میده. بلم کنید. صدا صفر خلصه بیاد. آره. بابا اصلا تو تقویم رسمی نگاه کنی میزنه گراند هاگ دیه. من هیچ وقت نمیدونستم بچه تصمیه چیه. بعد توی اون نوشته که منشم میخوندن نوشته بود خیلی تحقیقات هم شده که ببینن این چیز علمی داره یا نه، ولی خب همه جا هست. نرسیدن به چیزی. ولی آره من از چند نفر اسم ببرم بعد دعوتشون کنم. نه هم میخواستم تشکر بکنم و بعد اسمش هم بفهم. از شایان میخواستم تشکر بکنم، شایان کومان. آره این مدت خیلی کمک کرد و ساپورت داده و واقعا بوده همه جوره. دمت گرم شایان. همینطور ادیتور حسین و حالا بچه‌ای که تامنیل کار میکنن خیلی خوب همراهی کردن و حضورشون خیلی پررنگ بوده. البته خب ایمان هم حالا تو بک‌گراند هست دیگه. آره نورا ما نور داریم. آره. نورا رو از ایمان گرفتیم. ادیشن هی از ایمان میگیم. یه سگمنت تشکر داشتیم قبلا کلا. آره ایمان داشت. ایمان رو انداخته بود. آره ایمان هم خودش خیلی کمک کرده و همه حضور داشتن. گفتم که حتما اسم از بچه‌ها بیاریم. دمتون گرم. و تشکر بکنیم. یه آقایی رو من شاید 1 ماه پیش باهاش آشنا شدم. رفتم گل و گیاه بخرم. اسمشون هست محمد. حالا فامیلشون نمیدونم، ولی توی نورت ونکوور توی یه گل فروشی کار میکنن. من رفته بودم گل بگیرم، هم واسه خودم و هم واسه بچه‌ها اینا. بعد سوالای خیلی تخصصی داشتم. میخواستم یه گلی بگیرم که مناسب خونه‌ای باشه که گربه دارن. چون گربه ها حساسن به سری از گیاها و براشون میتونه سمی باشه و مشکلات گوارشی اینا واسهشون ایجاد بکنه. بعد خب یه سری تحقیق آنلاین کرده بودم و خیلی 2 دستگی بود تو جوابا، چون یه سریا که خیلی گربه باز خودشون میدونستن و تا ته خط رفته بودن میگفتن خیلی نباید به این چیزا مثلا توجه بکنین، گربه‌تون گربه شیطونی باشه و اینا، بیشتر باید حواستون جمع باشه. و یه سریا میگفتن 0 و 100، یه سریا میگفتن نه اصلا تو خونه‌ای که گربه هست یه سری پلنت‌ها رو نباید بگیرید و داشته باشید، یه سری گیاها رو نباید داشته باشید. دیگه من خلاصه رفتم این گل فروشی و اکثرا آقایون و خانم‌های کانادایی بودن. بعد وسط این صحبت‌ها اینا یه صدای آشنای ایرانی طور میشنیدم
که خیلی هم مثلا با انرژی اینا صحبت میکنن. گفتم خب من باید برم با ایشون صحبت بکنم. بعد یه خلاصه بنده خودم وسط کار، یعنی وسط فکر کنم بریکش هم بود، من اذیتش کردم. گفتم آقا محمد، اسمش همینطور رندوم گفتم که فقط توجهش رو جلب کنم. دیدید دیگه من اسما رو فقط میگم که بگم. گفت اومد خودش معرفی کرد محمد و اینا و واقعا شاید نیم ساعت خیلی اطلاعات جامع و کاملی به من داد، کلی راهنمایی کرد و من حالا اون روز اون نیازم برطرف شد. اینا گفتم آقا شما کیا هستی، ازش اسکیجولش گرفتم اینا که دوباره برم پیشش و بعد هفته بعد باز رفتم و واسه گیاهای خودم و اینا که خیلی وقت مشکل داشت و هی پشت گوش مینداختم اینا. خیلی فکر میکنم که ایشون حالا رشتهشو دقیقا نمیدونم ولی فکر میکنم تو اون حوزه دکترا داره، یعنی همه اونایی که اونجا بودن خیلی از ایشون تعریف میکردن و یه روز بیاره تعریف تمجید که آره واقعا خیلی کاراکتر پر انرژی و خوش صحبت و جالبی داره و خیلی من راهنمایی کرد، خیلی هم خوشروه. توی این مدتی که حالا هم داریم کار میکنیم توی این شهر رو زندگی میکنیم و اینا، من شخصا کم دیدم متاسفانه از این تیپ هموطنا و ایشونو که دیدم خیلی واسم تجربه برجسته و چیزی. از این تیپ منظورت چیه؟ یه کسی کارشو دوست داره؟ آره کسی که کارشو دوست داشته باشه، واقعا صداقت داشته باشه تو کاری که داره انجام میده. تو از اون صحبتی که باش میکنی، حالا الزاما منم نباید هیچ منفعتی میبردم از اون صحبته، ولی همین که تو کارش حضور داشت بود و از جون و دل داشت مایه میذاشت و با من صحبت میکرد و من از اونجا که اومدم بیرون به خیلیا پیشنهادش کردم، یعنی به ایمان گفتم، به چند نفر از اعضای خانواده گفتم، خیلی رفتن باهاش صحبت کردن، اون همه این فیدبک رو داشتن. گفتم که اینم شیر بکنم، حالا اگه ونکوور هستید و سمت نورت ون میرین، خود گل فروشی هم گاردن ورکس نورت ونکوور شعبه جدیدشون. آره خیلی این رفتار مهمه تو بیزنس. حالا ایشون که در واقع گاردن ورکس یه بیزنسی که شعبه داره و اینا، ولی ما دیشب رفتیم، دیروز در واقع یه بیزنس ایرانی که فرش فروش بودن، حالا چون اینجا فرش فروشی ایرانی هم زیاد هست اوکی میگم، بعد کاملا برخلاف تجربه فرهاد دیگه، اخلاقا اصلا خوب نبود، ویلکامینگ نبودن، انگار که مثلا این میلیون ها دلار اونجا بود و نیاز نداشتن که مثلا بفروشن و اینا و خب خیلی ترناف بود دیگه، مثلا ناراحت کننده بود که این رفتار رو ما دیدیم و خب 100% هیچ وقت دیگه اونجا نمیریم و به کسی هم پیشنهاد نمی‌کنیم. آره و این دیده میشه متاسفانه. اونایی که بدن رو سخت آدم به زبون بیاره، به خودشون بگه. من جدیدن دارم سعی میکنم به خودش افرادم یه هدزاب بدم بگی. آره ولی اونایی که مثبتن واقعا آدم باید گفت، هر دوشو به نظر باید گفت. این مورد اصلا مورد باحالیه، مثبت رو باید گفت، پشن داره. آره خیلی پشن داره. اصلا یه راهنمایی کرد که واقعا نه چت جی پی تی کرده بود نه تو گوگل من حالا دیده بودم، حالا خیلی هم وقت نذاشته بودم، جوابم داده، جواب داد، دقیقاً مستقیم گفت این کارو بکن این کارو بکن، تق تق کردم عین کامپیوتر جواب داد. خیلی خوشم میاد اینا که یه چیزی رو واقعا بلده. ببینید گل و گیاه چیز دیگه، کامپیوتر نیست، یعنی خیلی عوامل تاثیرگذار داره، خیلی پیچیده، تو خودت میتونی خرابکاری بکنی اینا، ولی انقدر خوب میشناسه و خوب عجینه با این مقوله قشنگ بعد جوری میگه که به دلت میشینه، میخوای همین مثلا یک ساعت یه بار بیاریمش بعد. آره اسم آقا محمد اومد. آره یکی نوشته بود همیشه اسم یکی میومد چرا دعوتش نکردید، فکر کنم راجع فرهنگشو نوشته بود. فرهنگشو دعوتشون کردیم فکر کنم. قیاسی آره امیر حسین آره فرهنگشو رو بیاریم یه اپیزود جدید دادم بگیم، یعنی اسم فرهنگشو اومد بگو میتونه بیاد. حالا دیگه اینو میبارن آماده باش که برات بنویسه. نه امیر داشت گفت بیاریدش دهنتون سرویس بود، چون یه بند به ما تیکه میندازه دیگه. امیر خودمون آها باش صحبت کردی در این مورد، براش یه دور برام فرستاد یه ویدیوشو، گفتم داشت من اینو دیشب کاملش دیدم.
گفت میبینی و اینا، گفتم آره خیلی باحاله. اتفاقا یه کامنت اومده بود در مورد حالا اینکه فرهنگ شو یا حالا فرهنگ داره مثلا خیلی بولی میکنه آدما رو اینا، ولی خب به نظرم مشخصه کاری که داره میکنه کمدی دارکه و آره ببین حالا فرهنگش باید جا بیفته. آره. چیز خارجی خیلی این هست، مخصوصا کمدین انگلیسی مثلا ریکی جرویس به نظر من اون اصلا یه حرفایی میزنه تو باورت نمیشه. سخته که میشه این حرفا زد تو قرن 21 هنوز میشه زد. ولی خب این فرهنگ خیلی جا افتاده ایه. ما حالا تو ایران آره این فرهنگ اصلا جا نیافتاده، ولی من خیلی استقبال میکنم هم از دارک بودنش، هم اگه شوخی چیزی میکنه کاملا اوکی. یکی آقا ممکن سلیقه‌اش نباشه، این به کسی که توهین نمیکنه، کسی سلیقه‌اش نباشه خب نگاش نمیکنه دیگه، ولی به نظر من باید استقبال بشه، اون کارش درسته. آره باید به اون جنبه برسیم به صورت کلی. نه حالا یکی خوشش نمیاد اون نبینه، مثلا چون همه فیلم‌های دنیا رو که دوست نداریم، اصلا ممکنه بهترین کارگردان دنیا باشه ما خوشمون نیاد نگاش نمی‌کنیم. اینم همینه. این جمله ساده‌ایه ولی خیلی با این کنار نمیان. آره آخه یعنی ببین یه سری مسائل حسیه دیگه، مثلا ما حس می‌کنیم حس ما حقیقت دنیاست. سلام. من یه چیزی بگم، ما به جز گردو امروز یه شنونده لایو هم داریم، سلام میکنیم بهشون. تازه از ایران آوردیمشون که فیدبک فرش به ما بدن. آره بعد مثلا فکر میکنیم اون حس ما واقعیت دنیاست. بله همه اون اتفاق. بله راجع به این موضوع هم حالا آقا یکی خوشش نمیاد نگاه نکنه، ولی فرهنگشون از من باحاله. این جالب بود اوایلی که خودکست حالا شروع شده بود و اینا، بعد من میشنیدم حالا به خصوص از نزدیکان چیه این کار مثلا. آره منم بعد مثلا که چی، بعد خب یکی از جوابم من بود که نیاز نیست شما گوش بدید، مثلا خیلی چیزا هست، برنامه هست، پادکست هست، اینا مثلا گوش ندید. آره برای همه چیز، برای همه حالا چیز این صدق میکنه دیگه، فیلم سریال علاقه چیزه نسبت به علاقه آدمو فرق میکنه. پس فیلم و سریال شد، فیلم سریال ندیدی؟ من یه سریال یه چیزی رو بگم میتونم یادم بره. نه بذار می نویسم قبل اینکه اینو چیز کنم. بگو فیلم سریال. یه سریال، یه فیلم خیلی بد رو نتفلیکس دیدیم، اسمش یادم رفت ولی کانسپتش گروگانگیری روی یه پل بود، هالیوودی بود ولی خب فیلم بسیار بد. چون خیلی تعریف هالیوود رو بعضی موقع میکنیم، ولی مثلا فیلم‌های تو ردیف فیلم‌های هندی دیگه که مثلا موتور بره رو آسمون و چیز دیگه، فاستن فیریس، آره مثلا اونجوری دیگه، خودش سلطان آره. چیزا. این نمیفته الان؟ نه بچه بیفته، گربه نمیفته، میخوابه تو این. بعد یه سریال کوتاه هم اومده بود نتفلیکس، اون جالب بود، اینترتینینگ بود ولی باز اونقدر عمیق نبود. The Gentleman روی انگلیسی بود. نه من 6 قسمت داشت، تو یوتیوب بودم بیشتر. هفته پیش سیورنس رو دوباره شروع کردم دیدن. گفتم هفته قبل. رسیدی به سیزن 2 یا نه هنوز؟ نه پس اگه نرسیدم یعنی ندیدم. هفته پیش خیلی سر شروع بوده میشد، ولی یه سریالی هست من حس میکنم این معادل زخم کاری خارجی هست و من دارم میبینم. بگید یلو جکتس. نه اصلا ندیدم اصلا. ببین برید نگاه کنید، حداقل سیزن 1 مثلا راتن تومیتوش 93% بود، یعنی 93% خوبه دیگه، راتن تومیتو بالاییه. یلو جکتس. بعد ایده اینه که یه تیم فوتبال دخترانه، اینا میخوان برن مثلا مسابقات جهانی، هواپیما اینا سقوط میکنه توی یه جزیره‌ای. داستانی. بعد من همون موقع چون مثلا دیده بودم این ریویوهاش بالا اینا، گفتم ببینم، بعد دیدم و اینا، بعد وسط قطعش کردم، گفتم نه این نشده. بعد دوباره یه زمانی هیچ سریالی نبود، دوباره اینو شروع کردم دیدن دیگه، با بدبختی یه سیزن رو دیدم، بعد همش اینجوریام نمیشه، چرا انقدر عجیب. بعد حالا 14 فوریه سیزن 2 هم اومد که قسمت به مناسبت ولنتاین یعنی دراپ شد. قسمت 1 سیزن 2 هم واقعا این زخم کاریه. یعنی دلیل اینکه من میبینمش اینه که چون اذیت میشم. حالا شاید واقعا مثلا یه معنای عجیبی توشه که من نمیفهمم. فکر نکنم.
ندیدم ولی اینجوری هم قضاوت که این میکنم به خاطر این چیز زخم کاری افکت بهش میگن. یعنی شما یه چیزی انقدر کیفیتش پایینه و اذیت میشی دوست داری ببینی. آره با یه دورانی تو این لوپ افتاده بودیم ولی من نتونستم دیگه. چی با تو دیگه سر زخم کاری هی داشتیم با هم میدیدیم. زخم کاری بدترین چیزی که من دیدم. ولی من تا آخر 3-4ش به نظر اوکی شد. مثلا باورم نمیشد که 4 تا سیزن بره اون سریال. آره عجیب حیف واقعا. ادیتی که سیزن 2 داشت اصلا مونتاژ کرد. میسم حیف شد واقعا خیلی بازیگر خوبی بود. صحبت از دیس کردن شد. آقای گلزارم باید بگیم دوباره ویدیو رو تو داده بود. پدل واسه پدل کی داده بود اونو؟ فکر کنم من داده بودم. هممون دیدیم شاید دیگه. آره که گفتش که الان اون خوشحالی که رونالدو میکرد و الان حرکت نمیدونم چی پدل رو انجام میده و من دارم چیز میارم دارم اسپانسر و اینا میارم که از این ورزش حمایت بشه میخوام برم مسابقات. و من کامنت رو وا کردم و دیدم خب ملت بهش خوشحاله. خجالتش در میاد. بازیگر حکومتی این پدل واسه ماست یعنی نه بابا میتونه واسه یعنی چی واسه نه یعنی واسه ایرانه. آره این تو تیم ملیه. این رئیس فدراسیونه و اگر اشتباه خودش هم بازیکنه پدریه. تو مایه‌های دیدیم دیگه 2 نفر است بکنم توی آره من فکر کردم پیکت بال بهش میگن اینجا نمیدونم ولی کامنت خوب بود راضی بودم. خوش میاد ملت با ما هم نظر. ولنتاین خوش گذشت بهتون؟ من تا ساعت 9 شب داشتم کار میکردی؟ بله این هفته شلوغ بود سرت خیلی. آره تو روز شلوغ داشتی. هفته شلوغی داشتی. زیاد در مورد ولنتاین فکر کنم صحبت کردیم در سالهای کوبیدیم تو خیلی قبلا کوبیدیم. آره بازم میتونیم بکوبیم. یه اپیزود بود که overrated underrated فکر کنم خیلی overrated اینو چیز کردیم. من کلا چیز ندارم باور ندارم بهش. من کادوی ولنتاین رو 1 ماه پیش خریدم. خرید چی؟ همون 1 ماه پیشم دادم. کادو ولنتاین پس آره نه ولی نیتم چون تنها ایونت حالا مهمی که پیش روی بود این بود گفتم این میتونه کادوی ولنتاین باشه و خیلی مورد پسند واقع شد. ما یه کار باحالی که رفتیم یه رستوران کره‌ای خیلی لوکال و خیلی مثلا فنسی اینا نبود اصلا. فرزاد که میدونی لوکال بود ولی غذای عالی مثلا انقدر چی بود باربیکیو بود. نه غذا مثلا سوپ و نمیدونم اون بیف بولگوگی توی برنابیه. بعد خیلی حال داد اون جو رستوران که اصلا سکوتی بود و خیلی حال داد و کیمچی درجه 1. شما میدونی که من کیمچی بازم مهمه. یه کیمچی من اون روز از کاسکو خریدم. قبل اینکه به قدیم کاسکو یه سری کیمچی داشت که خوب بود بعد خیلی بد شد. بعدم یه مدل دیگه از اینو سرچ کردم دیدم ریویوش خیلی خوب بود. گرفتم ولی ازش ناراضی بودم چون تند نبود. ای بابا کیمچی کم تندی یعنی اگه تندی دوست ندارید اینو بگیرید ولی کیمچی باید تند باشه اینجوری فشار بتکونه. آره خیلی حال میده. نسخ چیز تندم. یه چیز دیگه بگم از هفته پیش که با فرهاد ما قبل اپیزودی که ضبط کردیم کجا بودیم نمیدونم به تو نگفتیم فکر کنم. نه من یه سری وسیله آشپزخونه نیاز بود بخرم که حالا نیاز نبود که نو باشه. برای همین رفتم فیسبوک مارکت پلیس که جایی که مثل دیوار و اینا که جای تاریکیه میرید. آره خیلی بچه‌ها در بیاید میدونم که شب اونجا هستن و میچرخن. و یکی پیدا شده بود که داشت وسایل آشپزخونه‌اشو میفروخت. منم مهم نبود برام چی باشه فقط مثلا قاشق چنگال اینا باشه حل بود. این گذاشته بود یه سری آیتم اینو بود $50. من بهش زدم من $30 همین امشب پیکاپ کنم. پس زد $40. من زدم 35. بعد یه مسیج زد گفت اوکی خستم کردی. فرار رفتیم دم قبل ضبط پیش بود اپیزود سه شنبه شب بود. بعد طرف گفت من باکسینا ندارم میتونم تو کیسه زباله بیارم. گفتم آره ما اصلا همینجوری موو میکنیم خیلی وقت. بعد آورد هی کیسه می آورد مثلا 5-6 کیسه آورد سپر شد. آره و فرهادم تو ماشین سر گوشیش بود و اینا. گذشت اپیزود ضبط کردیم رفتم خونه اینا رو آوردم ببینم چی گرفتیم ما اصلا ندیدم شب بود. آقا ما این آیتما رو در می‌آوردیم همه آیتما عالی نه بابا استفاده نشده چه میدونم قاشق چنگالی که خوبه باش بود 3 تای مختلف بشقاب لیوان همه این $35
بعد همون شب لیست می‌کردی 350 واقعا از این دستگاه داشت که میزنی تو مرغ درجهشو بهت میگه. خیلی چیزای عجیب غریب و واقعا بیشتر $35 میارزید. من به ایشون مسیج دادم چون احساس بدی کردم که ایشون فکر نکنه $5 من ای ترانسفر کنم همون 40 که ایشون فکر نکنه ما راه زنی. گفتم آقا خیلی اینا کاندیشناش خوب بود و بهش گفته بودم تو اینا داری میفروشی برنامه چیه؟ گفت من دارم سفر میکنم برم از این کشور. بعد تو اون مسیجم گفتم که کوالیتی اینا خیلی بود، دمت گرم، سفر خوبی داشته باشی. چی جواب داد؟ گفت thank you. پیش نگفت بیاین $20 اضافه تر. میگفتی $5 رو بیا بگیر. نه ولی خیلی حال داد. فیسبوک مارکت پلیس خیلی باحاله. آره مارکت پلیس یه چیز عجیبیه که میری توش میافتی، مثلا یه سرچ میکنی مورد علاقاتو سرچ میکنی، همینطور بهت پیشنهاد میده، بعد هر روز هی تعجب میکنی اینم هست اینم هست اینو ببین. بعد قیمت‌های بعضی آیتما خیلی معقوله. آره من شبا یهو میافتم به مارکت پلیس، بعد جالبه، بعد واسه فرزاد میفرستم، واسه سپهر میفرستم، واسه ایمان میفرستم، واسه امیر میفرستم، بعد برمیگرده اونا میگن این هست اون هست. اوکی نیست ولی کلا رفتار ناسالم میتونه باشه. خب دیدی نمایشگاه ماشینا رو دیدی من خریده بودم. آره کوچولوها یه نمایشگاه پورش مدل رو انداختیم. بریم شروع کنیم. بفرمایید. خب امروز حتی قبل اینکه شروع کنیم یه موضوعی هست حتما دلمون می‌خواست بهش بپردازیم. این اتفاقی که دم خوابگاه دانشگاه تهران افتاد، اون عزیز رو که اومدن با موتور در واقع کولش رو ببرن که توش لپتاپ بوده و ظاهرا چاقو خورده. حالا فیلم چیزشون همه دیدن دیگه. این موتوریه میاد بیرون از کوچه، اینم از کوچه میاد بیرون دنبالشون بدوه، ولی خب چاقو خورده و فیلمش هست. آره فیلم مدار بستش هست و میفته زمین اونجا. حالا ظاهرا میره بیمارستان و بعدش فوت میشه. بعد روی فیلم این مدار بسته که پلیس داره صحبت میکنه داره میگه که این نباید میدوید، باید دستشو میذاشت و زخم رو فشار میداد. که واقعا دیگه این چیزا دیگه. حالا اونی که این حرفو میزنه شاید قصد و غرض نشه، یه آدم معمولیه، ولی دانشجو 19 ساله است با هزار امید آرزو اومد دانشگاه تهران. لپتاپ هم گرونه دیگه. اینجوری احتمالاً فکر کردم من لپتاپ از دست بدم دیگه همه دار ندارم. من تو خبر خوندم مثلا اینکه یه کاری هم گرفته بوده توی شرکت خصوصی و خیلی ذوق و شوق داشته، برای همینم لپتاپش اون روز برده بوده، اصولا نمیبرد، برای همین خب بله. حالا دیگه بعد اینا چون دوربین دارن فیس ریکگنیشن، شخصی که توی ماشین نشسته مثلا روسری سرش نیست رو SMS بهش میدن. آره درجا 3 سوته براش SMS. از هوش مصنوعی تو ایران اینجوری استفاده میکنن دیگه، به جای اینکه بیان مثلا کاری بکنن که به خدمت مردم باشه، تا با همچین دقتی کسی که تو ماشینه رو تشخیص میده و براش چیز میفرسته. ولی اون آدمایی که واقعا باید از سطح شهر جمع شن که امنیت حاکم بشه رو کاری باشون نداره، چون اصلا انگیزه شون نیست، چون ابزار سرکوب در واقع تمرکزش جای دیگه است. تمرکز جایی که هیچ خطر واقعی براش وجود نداره، اونم آزادی حالا خانم‌هاست، ولی دانشجو و کسی که فکر میکنه و هر چیزی اینا اصلا براشون اهمیتی نداره دیگه. که حالا خیلی هم خود دانشگاه تهران شروع شد، من دیدم چند تا دانشگاه دیگه هم تجمع برگزار کردن و خیلی ناراحت کننده است دیگه. یه دانشجو یه مغز بعد از 19 سال زندگی به خاطر یه لپتاپ مثلا جونش از دست میده. بعد مثل اینکه این قضیه ناامن بودن اون خیابون هم چیز جدیدی نبوده. همیشه دانشجو تذکر داده بودن که یه فکری بکنید. آره من با بچه‌ها دانشگاه تهران صحبت می‌کردم، اون رو میگفتم اون اطراف خوابگاهشون ظاهرا اصلا جای امن و درست حسابی نیست و چیزه همه میدونن. مثلا دانشگاه تهران دیگه تاپ دیگه، تو مثلا یک جزو از تاپ ترین دانشگاه ایرانه که همه میگن. بعد این وضعیت خوابگاهش باشه نه اصلا اهمیتی نداره براشون. الان شما برید نگاه کنید توی شاید کوچکترین شهر ایران، توی کم ترددترین شهرش دوربینی هست که آدما رو باهاش بشه تشخیص بدن، آره شناسایی بکنن و بعدن پیگیرشون باشن. ولی یعنی اگه بخوان میتونن، منظورم اینه، ولی اصلا چیزش نیست دیگه. حالا اینو گفتم، من کامنت های هفته پیشو که میخوندم یه کامنتی بود خیلی من رو به فکر فرو برد. ما داشتیم راجع به قیمت دلار و اینکه شرایط چقدر سخت و اینا صحبت میکردیم. یه عزیزی که توی ایران بودن نوشته بودن که شرایط ایران حالا همینیه که شما گفتید، ولی ما وقتی این حرف رو از شمایی که خارج از
ایران هستید میشنویم خیلی ترسناکتر میشه مایی که تو ایرانیم حالا تصمیم گرفتیم مهاجرت نکنیم. بعد من که بهش فکر کردم واقعا یه بازه قشنگ منو به فکر فرو برد که خب شاید حالا ما هی بیایم اینو از این ور بگیم که وای مثلا شرایط خیلی وحشتناکه و ما نمیدونیم مثلا آدما چه جوری دارن، چه جوری میشه سر کرد مثلا با این حجم گرونی و تورم و اینا. شاید زدن این حرفا خیلی معنادار نباشه. ما اگه این حرفا رو میزنیم فقط برای ابراز همدردی و اینکه به ما فشار بده. ممکن ما فیزیکی این ایران ولی ما اون حس رو داریم. آره ما حس رو داریم و خیلی از روی ناراحتی ما این حرفا رو میزنیم. ولی حرف این آدم هم این کامنتی گذاشته شدن خیلی به نظرم مهم بود. گفتن که از بیرون که ما اینو میشنویم درسته ما تو این شرایط زندگی میکنیم ولی ترسناکتر میشه و حتما هم درسته. گفتن یکی که هم خیلی قشنگ نوشته بود که ما به هر دری تو این شرایط داریم تلاش میکنیم ادامه بدیم، ما اینکه نخواستیم مهاجرت کنیم. خیلی چیز بود، پرمعنا بود و حالا شاید یه ذره با حواسون باشه خیلی هر هفته ما بیایم راجع به مسائل صحبت کنیم لطفی نداره اصطلاح. قبل اینکه استارت بزنیم من یه چک بکنم تصویرو. تو دیگه چیز نذاشتی، ساعت نذاشتی ها؟ پس من یه آب بخورم. بله فرض جان شما تو کلمه وحده برو. زیبا بود. یه اتفاق دیشب افتاد بگم سریع قبل اینکه اپیزود شروع کنیم. داشتیم رانندگی میکردیم توی این خیابونه پرحاشیه ونکوور، دانتون ونکوور که بی خانمانا هستن. بعد البته یه خیابونای موازی اون خیابون بود. ما همینجوری داشتیم رانندگی میکردیم، یه خیابون هم یه طرف است. بعد دو نفر مثلا ما چراغمون سبز شد داشتیم میرفتیم، بلاک بعدی شروع کردن دویدن مثلا جی باک بکنن، خیابون رو رد بکنن. من فکر کردم چون ما ماشینا دیگه سبز شد داریم میریم به سمتشون، اینا دارن میدوئن که رد کنن ما رو. نگو اینا دعواشون بود، دعوای فیزیکی. و این اون که داشت فرار می‌کرد نگران بود که کتک بخوره. بعد دیگه من ماشینم که رسید به اینا فهمیدم اینا دعواه و داشتن همون میزدن چیز بودن، یعنی موتور و اینا فکر کنم. بعد من ماشینم که رد شد قشنگ مثلا 1 متر فاصله یکیشون افتاد دقیقاً، چون من تو آینم دیدم جایی که من رد شدم، یعنی اگه یه لحظه چیز میشد واقعا میرفتن زیر ماشین من. و خیلی اینم عجیب بود. مراقب رانندگی، خیلی مراقب باشه، چیز باشید. بفرمایید. بریم. امروز راجع به کتابی که خیلی اخیراً تمام کردم میخوام صحبت کنیم. حرفشو خیلی زدیم. کتاب The Art of War اینجا شد تمرین که سون تزو که یه جنرال و استراتژیست قدیمی چینیه، 2500 سال پیشین حداقل این کتاب نوشته شده. حالا عکساشو میدونی که من الان نگیرم جلو چیز بگیرید میافته. آره این خود کتاب رو ایشون به این شکل اینجا آوردیم. خیلی جلد خوشگله، جلد چرم مثلا گرفتم. یکم بیشتر بگی لذت بردم. آره بعد دوست داشتم سپهر امروز رو میبود. ای بابا به 2 دلیل. یک دلیل اول شما اینو بگیرید. بله بیزنس کارتشون. آره کارت سپهره که من از کارت سپهر اطلاعاتشو ندیدم. اینجا شماره تلفن بود پشتش. اگه اون پیدا باشه حالا میگیم حسین چیز کنه. من از کارت سپهر به عنوان بوکمارک، این چیزی که میذاری وسط کتاب که بدون تا کجا خوبی استفاده میکنم. به خودم گفته بودم که یه کتاب خفن یه بوکمارک خفن‌تر نیاز داره بهش. یکی به این دلیل، دومیش به این دلیل که حالا با سپهر که صحبت میکنیم خیلی راجع به این موضوع صحبت میکنیم. حالا این کتاب هنر جنگیدن و حالا اگه درست تر بخوایم بگیم هنر نجنگیدنه. چرا میگم با سپهر که حالا صحبت میکنیم خیلی راجع به جنگ‌های درونیمون حرف میزنیم و اینکه حالا این شرایطی که تو ذهن ما پیش میاد و مکالمات دعوایی که با بقیه داریم اینا درون ما، اصلا به بیرون ربط نداره. به این 2 دلیل دوست داشتم که جاش خالیه پس تو این داشت سپهر اینجا می بود. هست من باید دعوت تو قلبمونه. آره خیلی کامنت هم دیدی میاد. آره. داشت سپهر بیاد میاریم. آره حالا این کتاب چیزه توی 13 فصل نوشته شده. هر فصلش در واقع تخصیص داده شده به یه موضوعی که مربوط به جنگ، همش راجع به استراتژی‌های جنگه. من حالا یه سری در واقع تیکه‌هاش که برای خود من جالب بود و اینا رو برداشتم آوردم بیرون و امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم. ولی به نظر خود من به 3 تا دلیل این کتاب خیلی میتونه جذاب باشه. یکی این که
اگه کسایی هستن که تو کار نظامی و اینا که قطعا براشون جذابه. و جالبیش به نظر من تو اینه که 2500 سال پیش حداقل این کتاب نوشته شد. 5 قرن قبل از مسیحه. و تو میبینی مثلا توی اون موقع علم جنگی و اینا چقدر پیشرفته بوده، یا حداقل این آدم چقدر قشنگ مکتوبش کرده استراتژی جنگی و اینا. این یکیش اینه که اگه مثلا به مسائل نظامی علاقه دارید میتونه براتون جذاب باشه. 2 اینکه به طرز عجیبی این کتاب توی زندگی شخصی ما کاربرد میتونه داشته باشه. حالا توی مثالایی که امروز میزنم توضیح دادم و این برای من خیلی جالبه. اولا یه چیزی که 2500 سال پیش نوشته شده، دوم اینکه برای کاربرد نظامی نوشته شده، ولی تو همه اینا اون بخش نظامیشو اگه حذف کنی میبینی تو زندگی خودت کاربرد مستقیم داره. و دلیل سومی که حالا هیچ کدوم اینا هم اگه برای شما جذاب نباشه، مثل هر کتاب دیگه خوندنش ممکنه یه لذت عمیقی رو به شما بده و خالی از لطف نیست. یه موضوع دیگه هم بگم که این همونجور کتاب فروشی که میرید مثلا یه بخش داره اینجا نیویورک تایم بست سلر. خیلی من و ایمان اون موقع راجع به این صحبت می‌کردیم. من خیلی حس میکنم علاقه ندارم به کتابای نیویورک تایمز بست سلر. حالا 4 تاشم من در واقع شروع کردم به خوندن، 2 تاشو کامل خوندم که یکیش راجعش صحبت کردیم، ساتل آرت اف نات گیوینگ ا فاک. اون خیلی معروف، من اتفاقا اومدم خلاصش هم گفتم، ولی بعدها که گذشت و این آدم یه چنل یوتیوب زد و فلان و اینا، من خیلی حسم نسبت به اون کتاب کمتر. حس کردم یه مفهوم خیلی دم دستی و خیلی غیر علمی و واقعا کامرشیال، یعنی فقط اینجوری بود که حالا نمیدونم حالا دقیقاً به همین قصد بوده یا نه، ولی مثلا یه مطلبی نوشته بشه که با ذائقه همه جور باشه. ولی خوب کار داد، یعن اون چیزی که تو ذهنش بود به نظر آره خیلی مفهوم سطحی و دم دستیه که فهمیدنش هم خیلی راحت. مثل حالا حرفایی که سیاستمداران پوپولیست هم میزنن دقیقاً همین جوریه، خیلی چیزای ساده میگن و همه متوجه میشن. به به مثلا حالا یه صندوقی را بندازیم به کارگران کمک بشه و از این داستانا. اون کتاب اونجوری، اون یه نیویورک تایمز بستسلر. یه دیگه بود مثلا کتابه باز خوب بود به نظر من، از اون یکی بهتر بود، اونجا هم هست اون کتاب آخر، ولی مشکلش این بود که مثلا حالا چند صفحه هست، اونو میتونستی تو 10 صفحه بنویسی کل مطلب. خیلی بی خودی کش پیدا کرده بود، واجب نبود. 2 تا دیگه هم شروع کردم مثلا 10-20 درصدش رفتم ولی جذاب نبود. ولی مثلا این که 2500 سال پیش نوشته شده، چیزی که به صورت مستقیم تو زندگی من کاربرد نداره، یا اون کتاب مدیتیشنز که مارکوس آرلیوس 1800 سال پیش، به نظر من اینا خیلی مطالب فاخرتر از اینایی که نیویورک تایمز حالا بست. عجیبیش اینه دیگه که یه چیزی بنویسی که این همه سال بعد که خونده میشه هنوز معنی بده، اکسنس بکنه، بتونه کاربردی هم باشه حتی توی آخه خوبیش اینه که معنی عمیق میده، یعنی معنی که میده با تو ماندگاره. ولی مثلا همون ساتل آرت اف نات گیوینگ ا فاک همون لحظه معنی رو میده ها، ولی معنیش به نظرم ماندگار نیست. الان من چند سال گذشته یادم نیست چی بود یعنی یادم هست ولی مرور که میکنم اینجوریه که خب مثلا این خیلی سطحیه، ولی این لامصبا اینا که خیلی قدیمیان اینجوری نیستن. پشت این کتاب حالا یکی از در واقع کدهایی که توی خود کتابه داره راجع به آب صحبت میکنه. آب به عنوان مفهومی که به نظرش حالا مفهوم قویه، به خاطر اینکه خیلی با طبیعت منطبقه و شکل خودش رو عوض میکنه و این باعث میشه همیشه مثلا پیروز باشه، آب شکست نمیخوره. حالا استعاره است دیگه، ولی اینجوریه، میگه که همونجور که آب به عنوان یه ماده قوی شکل جایی که روش جاری هست رو میگیره، یه سرباز هم مسیر پیروزی خودش رو بر اساس دشمن خودش تعیین میکنه، یعنی یه مسیر ثابتی نیست، بر اساس اون مثلا باید حالا استراتژی جنگ رو عوض کنه. میگه بنابراین همونطور که آب همیشه یه شکل یکسان به خودش نمیگیره، در جنگ هم شرایط یکسان نمیمونه. حالا شما این جنگشو بردار بکنه زندگی، کامل جواب میده. یعنی که میگه آب دلیل این که همیشه جاریه و هیچ وقت مثلا وای نمیسته اینا اینه که شکلشو عوض میکنه، منعطفه. توی زندگی هم شما اگه یه مسیر خیلی سفت و واحدی که مخصوصا اگه 1400 سال پیش رسیده باشه رو شما ادامه ندید، منطبق باشید با زندگی روز دنیا، زندگیتون راحت‌تر جلو میره. این حالا با کت اول که مال خود پشت کتابه. بعد دیگه اینجا بعد حالا یه سری تیکه‌هایشی که من خیلی دوست داشتم و میگم. حالا پیشنهاد میکنم اگه کسی دوست داره بره کامل این 3 صفحه رو بخونه، خیلی هم طولانی نیست. این ترجمه هم شده قاعدتاً دیگه، حتما ترجمه شده. اینی که من خوندم این
در واقع چینی ترجمه این یه چینی ترجمه شده به انگلیسی، نویسنده انگلیسی مال اونم کتاب قدیمیه، یعنی محقق بوده، هر پاراگراف رو تحلیل کرده، چون فهمیدن هر پاراگرافش هم راحت نیست، تحلیل کرده، از چند تا رفرنس یاد کرده که مثلا معنیاش اینه، یه جاهایی هم این خودش مخالف اون رفرنس هاست و خیلی هم سخته، یعنی ادبیات قدیمی خوندنش برای من سخت بود خیلی. یعنی اینی هم که الان ارائه شده باز سخته. از چینی ترجمه شده به انگلیسی و انگلیسی سخت بود برای من، حالا اوکی بقیه شاید راحت تر باشه ولی فهمیدنش کلا سخت بود، ولی حتما فارسیش هم هست، من شک ندارم. این کوت من خیلی دوست دارم، میگه که اگه دشمن خودتو حالا من خودم ترجمه کردم دیگه، باز متن انگلیسیش باز خوشگل‌تر از اینه، امیدوارم این خوب در اومده باشه، ولی میگه اگه دشمن خودتو میشناسی و خودت رو هم میشناسی، نیازی نیست که از نتیجه 100 تا جنگ بترسی. حالا یه دور کامل میخونمش. بعد میگه اگه فقط خودتو میشناسی ولی دشمنتو نمیشناسی، به ازای هر پیروزی که به دست میاری یه شکست هم نصیبت میشه. اگه نه دشمنتو میشناسی نه خودتو، میگه تو توی هر جنگی از پای در میای. بعد اینو که آدم میخونه را چی میفته نمیدونم شما، ولی من یاد وعده صادق میفتم. حالا توی یکی از این گزینه ها میره که دیگه حالا یا تو خودتو میشناسی نه دشمن، یا حالا بهترین حالت یکی از اینا. ولی حالا جدای از اون، این در واقع به اهمیت خودشناسی و شناخت حریف، حالا این حریف میتونه واقعا تو جنگ باشه، میتونه توی ورزش باشه، میتونه چالش های زندگیت باشه. مثلا حتی شما اگه قرار فردا برید اینترویو بدید، این برای شما صادقه، شما باید هم خودتون رو بشناسید. خودشناسی یعنی چی؟ یعنی که نقاط قوت خودمون رو بدونیم، نقاط ضعف خودمون رو بدونیم، کجا حساس تریم، تو چه شرایطی مثلا بهتر عمل میکنیم، و حریفمون هم خوب بشناسیم. مثلا فردا میخواید برید اینترویو بدید، چه شرکتیه کسی که اینترویو میکنه، حالا مثلا که رو چه مفهومی کار میکنن، چیا براشون مهمتره. اینشو میگم خیلی جالبه دیگه. راجع به جنگ نوشته شده ولی خیلی راحت تو اینو میتونی به زندگی شخصی خودت هم در واقع تعمیمش بدی. خیلی جالب میگه دیگه، اگه هر دو رو میشناسی، میگه از نیازی نیست از نتیجه 100 تا جنگ بهتر، چون میدونی نتیجه رو. حالا جلوتر میگم چرا این خیلی جالب تر میشه. اگه فقط خودتو میشناسی، اونو نمیشناسی، هر باری که ببری یه بارم میبازی، اگه هیچ کدوم هم که آره مشخصه. بعد یه جایی به جنرال ها میگه که با سربازان خودت مثل بچهای خودت رفتار کن و اونا باهات توی عمیق ترین دره ها میان. مثل پسرای عزیز خودت رفتار کن و تا دم مرگ باهات میمونن. حالا اینو مثلا چون اگه یکی مدیره و مثلا چند نفر مدیریت میکنه زیر دستش، خیلی مدلی که با اونا رفتار میکنه مهمه. مثلا من اینو به چشم دیدم، اگه لید یا مدیری بوده که واقعا مثلا با تو احساس همدلی داشته، کنار تو کار میکرده، آدم حاضره براش هر کاری انجام بده. ولی اگه اون مدیر یا لید صرفا مثلا اونجا نشسته باشه که دستور بده، دستور بی خود بده، تو دیگه نمیخوای باش همکاری کنی. و اینا دقیقا همون سافت اسکیلا، اون مهارت های در واقع نرم حالا یا روابط عمومیه که ما شرقی ها خیلی توش خوب نیستیم دیگه. یعنی بهمون اون تایمی که باید آموزش داده نشده. آره دیگه، مثلا تو ذهن همه ماها مدیر یکیه که جدی و جذبه و دستور میده فلان، ولی میای اینور اصلا میبینی اصلا این نیست، دقیقاً این نیست. اگه یه چیزی نباشه مدیر همینه. مدیر باید یکیه که یکی باشه که اتفاقا مثلا با تو همدلی داشته باشه، شرایط خوب بفهمه، نه ویژن داشته باشه، نه دستور میده نه چیزی، با تو همراهی میکنه و تو رو به اون سمتی میبره که مثلا حالا اون پروژه باید به اون سمت بره، همچین چیزی. قسمت ناراحت کنندش بحث حالا چیز میشه، ولی مثال بزنم اینه که میبینی تو این شهر کسایی که حالا ما بیشتر راجع به کامیونیتی ایرانی صحبت می‌کنیم، یا که از ایران اومدن، حالا به واسطه پولی که داشتن یا حالا تحصیلی که داشتن، اینا اینجا یه مؤسسه‌ای رو آوردن بالا و اون اینی که تو میگی تو ذهنشونه که یه مدیر مقتدر پرجذبه مغرور همه ازش بترسن اینا باشن و اصلا جواب نمیده. یعنی و چیزم هستن یعنی تغییرم نمیدن روند کاریشونو، همون میمونن، ولی خب آدمایی که تو مجموعهشون کار میکنن هم میان و میرن، هم فیدبک بد میدن. آره. حالا من خب خیلی مستقیم با این جور آدما
سر و کله میزنم روزانه و خیلی مثلا خنده داره. با یه تغییر خیلی کوچیک میتونن هم مسیر خودشون، مسیر بیزنسشون رو تغییر بدن واسه خودشون و بقیه هم تجربه بهتری باشه، ولی راسخ روی اینن که نه آموزش دیگه. ما میگه دقیقاً اون تصویر از تصویر مدیر توی ذهن حالا ما ایرانیو یا آدم مقتدر نمیدونم دستور بده فلان، ولی اصلا این نیست. من خودم حالا توی کار بر اساس چیزی که دیدم، تا اون روز با یکی از بچه‌ها راجع به همین صحبت می‌کردیم، به نظر من یه مدیر، حالا یه لید خوب میتونه یه مجموعی از آدم‌های معمولی رو بگیره و خیلی موفق بشه. از اون طرف یه مدیر و لید معمولی یا بعد آدمای طلایی رو هم بهش بدن، سوپر استار هم بهشون بدن، احتمالاً کار خاصی نمیتونه بکنه. این خیلی مهمه. من حالا همیشه صحبت که میشه میپرسن، حالا اگه کسی بپرسه که فرق اینجا با اونجا چیه، من همیشه میگم مثلا ما تو ایران هم مشکل استعداد داریم، مشکل سخت افزار نداریم، یعنی آدم باهوش بعد کافی هست، آدم توانمند با مهارت هست. مشکل ما همیشه نرم افزاریه، ما مشکل مدیریت داریم. مدیری که باید جهت بده به حرکت حالا اون مجموعه، ما اون رو تو ایران نداریم. وگرنه نه مشکل سواد، نه هوش، نه ذکر، اصلا واقعا. آقای گلزار هم اینو گفت توی صحبت. بله ایشون که حالا کارو من فکر کنم وقتی ایران میگیم بیشتر نظرمون به استراکچر حالا حکومت و اینا دیگه، چون تو داخل ایران حالا بخش خصوصی که میگن، من خودم حالا دیدم مثلا بچه‌ای که حالا شاید جنریشن جوان‌تر هم باشن و اینا، ولی کارهای باحالی دارن میکنن، یعنی نزدیک به مثلا همین آمریکا اینا پیش میبرن کارهای بیزینسشون و اینا. اون هست، یعنی فکر کنم یه میکسیه. آره قطعا همینه. منظورمون نیست که مثلا هیچ چیزی اونجا منطبق نیست با این آموزه های جدید، ولی مثلا آدما که تو شرایط کشورها رو با هم مقایسه کنین، خب یه فرق فاحشی هست حالا بین منطقه خاورمیانه، جایی که ما به دنیا اومدیم بزرگ شدیم، و اینور. بعد آدم ممکنه به صورت ناخودآگاه این اشتباه رو بکنه که اونا از ما بهترن که یه همچین زندگی دارن. من میگم نه، اصلا نه سواد بالاتری دارن، نه مهارت بیشتری دارن، نه هوش، هیچ کدوم اینا نیست. مشکل فقط مشکل مدیریتیه. یعنی اینکه اینجا مسائل منظم کار میکنه، شرکت‌های درست حسابی هستن که از هیچی شروع کردن به سطح حالا سرمایه و درآمد خیلی بالایی رسیدن، نمیدونم کلی آدم رو بهشون کار دارن. اینا فقط و فقط مسائل مدیریتی و اینکه این محیط بهشون اجازه پرورش رو میده. ولی خب تو ایران اساساً تو استعداد چیزی داشته باشی ممکن جلوتو بگیرن. مثلا کسی مثل هفته پیش دبیر مثلا میشه علیرضا دبیر میره میشه رئیس فدراسیون، آقای محمد گلزار، ولی آدم حسابی‌ها هیچ چیزی دیگه ول میمونن، چون اصلا هدف مسئله دیگه ایه. این مثال دوتا مدیری که زدی که حالا دوتا گروه دستش، من واقعا حس کردم چند سال پیش با ایمان و سپر و اینا میرفتیم فوتبال، یه زمین ایندوری بود تو بابل بهش میگفتم، نمیدونم تو هم رفته بودی یا نه. بعد یه شب تیمی که روبرو ما قرار بازی بکنه، همه بچه‌ها جوون مشخص بود، همه بدنها آماده و فوتبالی. من به ایمان و اینا گفتم آقا ما هیچی واسه ارائه نداریم و واقعا به قول تو پاره میشیم. و ایمان گفت که نه، من اینا رو میشناسم، اینا همشون تک تک بازیکن‌های خیلی خوبی هن، ولی چون خیلی غرور دارن و اخلاق تیمی ندارن، اینا نمیتونن جلو موج. بعد ما همه آدمای چیلو، مثلا من که خودم فوتبال عجیبی نداشتم ولی همون میشناختیم، هم بیرون فوتبال، هم مثلا فان بود واسه همون اون شب. ما اینا رو عجیب زدیم شب، اونا به اخلاق باختن، با اینکه خیلی تکنیکشون بالاتره ما. نه اومدم بگم ما به خودمون باختیم. ما ایرانی هر بار میبازن، دوست از شما که فوتبالی هستی اون پشت نشستی، هر بار ما به خودمون باختیم، به حریف نباختیم. حریف تو گوشیشه. آره حریف خوب نبود، ما بد بودیم. دقیقاً. آره به اینجاش جالب میشیم. ادامه بدم یا حرفت؟ نه بفرمایید، من پارکینگم یه لحظه بفرمایید. میگه که پیروزی خیلی وقتا قبل از آغاز جنگ تعیین شده.
خب برای همین میگم مثلا به جای هنر جنگیدن تو راحت میتونی بگی هنر نجنگیدن، یعنی تمام امکانات رو به تو میده تو این کتاب که چیکار کنی که نجنگی، مجبور نشی بجنگی. اینجا داره به اهمیت آماده سازی پیش از جنگ صحبت میکنه، میگه اون آماده سازی است که خیلی مهمه و نتیجه جنگ خیلی وقتا اونجا تعیین شده، نه تو خود جنگ. حالا باز دوباره مثال ما معمولا از ورزش میزنیم چون خیلی راحت تره. تو خود ورزش نمیدونم مثلا تیمای ما ایرانی‌ها قراره بره با تیمای خارجی که خیلی خوب آماده سازی داشتن، انتا اردو رفتن فلان فلان، خب نتیجه واقعیت اینه که قبل از حرکت انجام شده، مشخصه. آره دیگه خیلی کار خاصی اونجا تو نمیتونی بری بکنی. یه وقتایی ممکنه اتفاق بیفته، مثلا چنم جام جهانی 98 مثلا ایران میره چیزو میبره، آمریکا رو میبره، از این اتفاقات میفته، ولی به صورت میانگین و تو بلند مدت که نگاه کنی همیشه اونی که آماده سازی بهتری داره خب میبرن. مثلا تیمای عربی رو شما نگاه کنید، باشگاه ما میرن تو آسیا، واقعا حرف برای گفتن نداریم. الان دیگه مخصوصا با این سرمایه گذاری که اینا کردن واقعا دیگه هیچ حرفی برای گفتن هم، اما تا سالها دیگه رنگ لیول های بالاتر آسیا رو هم قطعا نخواهیم دید. دلیلش اینه که اصلا قبل شروع مسابقه همه چیز معلوم شده. آره ما میریم شکایت میکنیم فلانی مثلا سوتی داد، فلانی هم درست دفاع نکرد، دروازه‌بان بعد اوکی، ولی چراش اینه که ما آماده سازی نداریم و اونو داریم. این آقای سونزو 2500 سال پیش گفته. بعد میگه که حکومت‌ها و ژنرال‌های نظامی نباید ارتشا رو به خاطر خشم و عصبانیت به جنگ ببرن. باید به جنگ برن وقتی که یه نفعی توش هست و پرهیز کنن اگه هیچ نفعی توش نیست. خشم و عصبانیت میتونه به لذت و احساس خوب تبدیل بشه، ولی کشوری که از بین رفت دوباره احیا نمیشه، کسایی که مردن دوباره زنده نمیشن. واسه میل شخصیت نخوای بری دهنه یکی سرویس کنی. آره دوباره اینجا احتمالا ذهن ما همش میره روی اتفاق، ولی علاوه بر اون اتفاقی که میدونیم چیه، تو بعد فرعیش اما صرفا به خاطر خشم و عصبانیتی که داریم نباید حالا با یکی وارد مناقشه بشیم، دعوا کنیم، در بیفتیم. اصلا اکثر مواقع ارزش نداره این جنگیدن ها، چون این خشم و این احساسات حالا منفی خیلی تند ما فردا پس فردا یه ماه دیگه به یه احساس آرومی تبدیل میشه. ولی ما یه کاری بکنیم که بعداً پشیمون بشیم، اون دیگه جبران ناپذیره. حالا توهینی بکنیم، دل کسی رو بشکنیم یا هر چی، اینا دیگه جبران ناپذیره و راه برگشت واقعا نداره. این جمله که الان میگم این بار من خودم قبلا تو پادکست گفته بودم، میگه بهترین جنگی که انجام نشه. خیلی جاهای مختلف کتاب توی بخشاش راجع به موضوع صحبت می‌کنه. میگه بهترین جنگیه که انجام نشه. میگه هنر قای جنگیدن اینه که دشمنت رو حالا تسلیم یا مطیع سابدو کنی بدون اینکه بجنگی. یعنی استراتژی داشته باشی، حالا با مذاکره یا هر چیزی قبل از اینکه اصلا وارد جنگ فیزیکی بشی اون کاری رو انجام بده که تو میخوای، یا تو انقدر صبر کنی که زمان مناسب تو برسه بعد وارد عمل بشی. خیلی سخت بودن و عجله کردن توی جنگیدن و اینا، حالا جنگ یا مناقشه یا هر چیزی، میگه خوب نیست. باید استراتژی داشته باشی، صبر داشته باشی. حالا این کاریه که شاید مثلا ترامپ و اینا هم دارن تلاش میکنن انجام بدن دیگه، که در رابطه با ایران همه جا، در رابطه با همه جا این یه سری خواسته داره. خب خواسته هاشو حالا میخواد با یه اهرم فشاری مثلا تعرفه بذاره، تهدید میکنه، تعرفه امضا هم میکنه، ولی یه ماه عقب میفته. اینا من اسم میگم مثلا خیلیش میتونه این بازی‌ها باشه. یه خواسته ای داره، حالا خواسته منطقی غیر منطقیش موضوع این بحث نیست، ولی اون خواسته رو میخواد با از یه طریقی، حالا به ذهن خودش، هنر مذاکره خودشه که میگه بیزنسمن خوبیه، ولی به هر طریقی میخواد اینو انجام بده. با خود ایران دارن مذاکره میکنن. صبح یکی از مقامات اروپایی به العربیه گفته بود مذاکره محرمانه مثلا دارن انجام میدن. همین میگه هنر قای جنگیدن اینه که دشمن تو تسلیم کنی بدون اینکه باش بری بجنگی. و آره خیلی طول کشید اسم حاج ترامپ بیاد این اپیزود. آره دیگه زیاد گفتیم دیگه. آخه واقعا مثلا فکر کنم شاید برای کسی که ایران هم گوش میده شاید خیلی هم جذاب نباشه. حالا ترامپ با رابطش با کانادا چجوری نمیدونم، ولی من ول کنیم من میتونم ساعت ها براتون. الان تمرکز هستیم روی ماسکه. ایران داره اذیت میشه اسم میکنه. در واقع رئیس جمهور اصلی آمریکا رو دارید میگید. آره الان من تمرکزم علاوه شخصی من نگرانشم جدی.
آره حس میکنم الان حال اوکی نداره. فکر نمیکنم هیچ وقت داشته، ولی الان دیگه به اوجش رسیده. چرا؟ از چند ریاکشن هایی که داره، صحبت هایی که میکنه اینا همیشه بود یه کمی. آره ولی خب تا وقتی راجع به تک این کارا رو میکرد جذاب بود. الان که اومده تو سیاست دیگه نیست. یه سری ردیت راجع به تسلا اینا دنبال میکنم مثلا چیز بگو. ماشین نه حالا چیز خاصی نیست، ولی ماشین جدیدش هم که معرفی کرده، مدل وای جدید و اینا، خب من خیلی دارم اون روش فوکس کردم ببینم نقصانش چیه، نقاط قوتش چیه و اینا. بعد یکی اومده بود که خب خیلی هم مورد استقبال همه قرار گرفته بود، گفته بود که اینو تا حالا هیچکی تو خود تسلا یا اطرافیان کانسیدر کردن که بیان ایلان ماسکو از مقام سی او ای در بیارن. چون مثلا اینکه خود تسلا به خودی خود خیلی کمپانی خوبیه، مهندسایی که توش هستن، اون تکنولوژی که توش استفاده میشه، ولی خب حالا من خود منم تا یه زمانی نه که بگم فن، ولی حال میکردم با کاری که ایلان ماسک میکرد و اون حتی دیوونه بازیش هم تا جای دوست داشتم. ولی این حرف جالبی بود و خیلی ها حتی از کارمندای تسلا اومده بودن روسات ها ناشناسینا اینو چیز کرده بودن، تایید کرده بودن و گفته بودن چه میتونه حرکت خوبی باشه. چون تسلا هم الان اسمش یه طوری شده که یه ریاکشن 0 و 100 رو میگیری از آدما، یا خیلی مخالفن و متنفرن حتی از اینکه اسم تسلا رو ببینن، حتی ماشینش رو ببینن. آره. به خاطر ایلان ماسک، نه به خاطر تکنولوژی، چون که سر جاش از خوبی ماشیناش که چیزه اون رو نمیشه انکار کرد. ولی اینم جالب بود. ولی فکر کنم به خودش ربط داره، بستگی داره اینکه سی او نباشه، چون خودش و داداشش بیشترین شیر تسلا رو دارن. آره یعنی رأیشون خیلی، ولی بیاد این باهوشی این هوشو به کار ببره، خودشو بکشه کنار از تسلا. بعید میدونم این کارو بکنه. باز نظر شخصی، ولی اصلا برای این مسائل تو این نیست. یعنی حالا الان موفقیت تسلا اینا خیلی این اصلا توی دنیای دیگه اون جایی که این هست، میگم این مثلا 2 بار میتونه جف بیزوس رو بخره بفروشه 2 بار. خب اصلا جایی که اون هست توی فکر ما نمیگنجه. فکر کنم اون دنبال مسائل دیگه ای، مثلا توییتر رو سر خریدن شده، چه داستانی راه انداخته، آفر گذاشت، آفر رو ورداشت، بعد جریمش، اصلا براش مهم نیست، هدفش چیز دیگه ایه که حالا سری قبل ما اون متن دوست قدیمیشو خوندیم دیگه. حالا فعلا دنیا دست این مدل آدم هست. بعد ایشون میگن که اون توییتر رو قرار بخونی، اونی که گفتم یاد باشه راجع بهش صحبت. بله آره عکسش هست. گفتن اونی که میدونه کی بجنگه و کی نجنگه برنده خواهد شد. یعنی اصلا میگه شکی توش نیست. هر دعوا و جنگی در واقع ارزش جنگیدن نداره، باید با استراتژی پیش بری و در واقع زمانی هم که اون تصمیمو میگیری هم خیلی مهمه. خیلی از اهمیت زمان میگه اگه زمان انجام یه کاری بود باید بدون درنگ بری انجامش بدی و نباید عجله کنی. از اون طرفم اگه زود باشه تو مثلا بخوای وارد جنگ شی یا حالا هر تصمیمی، این میتونه نتایج منفی داشته باشه. خیلی رو اهمیت زمان میگه و اینکه بدونی کی بجنگی کی نجنگی. حالا اصطلاح هم زیاده دیگه، تو بدونی مثلا کدوم فایت یا دعوا رو میارزه که اصلا واردش بشی. اینا مسئله مهمیه. بعد میگه کسی که دوست داره بجنگه اول باید هزینه جنگ رو محاسبه کنه. این واضحه دیگه، ذهن ما کجا باید بره واضحه دیگه. من قبل از شروع جنگ باید هزینهش، آقا این چه هزینه ای داره اعمال میکنه به مردم کشورم. والا گفت دیگه، گفت کشوری که نابود شد دیگه احیا نمیشه، آدمایی که مردن دیگه زنده نمیشه. هم علاوه بر هزینه مالی، هزینه جانیش هم اینا دیگه هیچ کدومش بر نمیگرده. بعد خیلی میاد از هنر گول زدن و فریب دادن حریف صحبت میکنه. میگه جنگ میگه تمام جنگ بر اساس گول زدنه. خب میگه وقتی که میتونیم حمله کنیم جوری به نظر بیاییم که نمیتونیم. وقتی که میگه که داریم از نیروهامون استفاده میکنیم که حرکت کنیم بریم به سمت جنگ، میگه جوری به نظر بیایم که ثابتیم. وقتی که نزدیکیم به حریف و دشمن یه جوری به نظر بیایم که دشمن فکر کنه ما دوریم. وقتی ازش دوریم یه مدلی حرکت کنیم که فکر کنه نزدیکیم. ایلوژن درست کنیم. آره میگه وقتی که ضعیفیم قوی به نظر بیایم که مثلا دشمن بترسه با ما نجنگه، و وقتی قویم
ضعیف به نظر بیایم. 2500 سال پیش راجع به استراتژی جنگیدن اینو گفته. حالا شما هر شبکه رندوم بیان تست میکنید، وا کنید ما قوی ترینیم تو دنیا، هیچ کی دیگه نمیتونه با ما کار. اگه اونا دارن این استراتژی رو فالو میکنن که بر اساس این استراتژی یعنی ما ضعیفیم. اگه مطالبی که 2500 سال تو دنیا هست رو مطالعه نکنن و همچنان دارن چیز میکنن که دیگه چی بگم. من حالا تو لول شخصی خیلی حس کردم همونجوری که سنم داره میره بالاتر، تجربیاتم بیشتر میشه، اینو بیشتر اجرا میکنم. چون اتفاق میفته که مثلا بخوای با یکی درگیر بشی، مثلا از لحاظ حقوقی به خصوص، و بری تو پروسه شکایت و این داستانا، بعد خب خیلی حال میده وقتی یکی یه کاری کرده تو میتونی قانونا بری دنبالش و چیز کنی، ولی همون رفتن همون پروسه خیلی زمان بره، خیلی اعصاب خوردی داره، حتی اگه حق با تو باشه. و شاید قبلا مثلا سریع این آپشنی بود که میرفتم سمتش، ولی الان دیگه مثلا میشینم حساب میکنم این زمانی که باید بذاری، این پولی که بذاری آیا ارزش داره و آخرش چی نصیبت میشه. خیلی وقتا باید بکنی ها، نه اینکه همه باید نرن سمت اون جنگه، ولی این واقعا باید حساب بکنی که چه چیزی داره. شاید هم اون چه پیامدی داره. اون که دلت خنک میشه هم خودش یه دستاوره آخر اون جنگه. هزینه است دیگه همیشه هزینه. تو ممکن هزینه کمی بدی دلت خنک شه، اوکی، ولی این اصلا کلا میگم مخالف اون حالت احساسیه، تکبر و قدرت نشون دادن و ایناست. این میگه جنگو باید وقتی انجام که واقعا برات منفعت داره. اگه منفعت نداره مثلا احمقی. میگه خردمندترین وایزترین آدما کسایی که بدونن کی بجنگن کی نجنگن. اصلا کتاب راجع به این نیستش تو باید بری بجنگی مثلا دهنه طرفو سرویس کنی. یعنی ما با کشوری که باش همسایه نیستیم اوکی نجنگیم. قطعا باید نفعش هزینه‌ش. میگه کسی که میخواد بجنگه باید هزینه رو نگاه کنی. آقا 45 سال ما دشمن داریم باش میگه هزینه‌ش چیه؟ هزینه‌ش اینه که $1 شده الان 90,000 تومان. بله 90 خیلی بیشتر. آره اینه تو نوسانه. همین ناراحت کنندش اینه که آقا این مطالب 2500 سال پیش تو دنیا بوده، واقعا قابل دسترسه. 2500 سال خیلی وحشتناکه، خیلی عدد عجیبیه. خیلی عذر میخوام این سوال میپرسم، گفتی اول صحبت که این آقا چه نقشی هم داشته، کجاها چیز بوده یا نه، یا اصلا همچین ببین این کسایی بودن که از ایشون به صورت مستقیم منفعت برده باشن و استفاده کرده باشن؟ ببین این مورخی که اینو نوشته، آقا انگلیسی که ترجمهش کرده، آره لایونل گیلز، این میاد یه بحثی همون اول کتاب میکنه که اصلا خود این آقای سانزو کی بوده، مطرح میشه که اصلا شخصیت حقیقی هست یا نه، یا یه سری نوشته است که جمع آوریش کلی سناریوهای مختلفو در نظر میگیره و حدس میزنه که این چه ژنرالی بوده، توی چه دوره‌ای بوده. آره به صورت دقیق مشخص نیست که فلان شخص بوده و مثلا آره، یعنی میتونه یه ایده باشه، ایده نیست. این تهش میگم همه حالات مختلف رو بررسی میکنه و حدس میزنه میگه به این احتمال توی این بازه بوده و توی مثلا این حکومت بوده و این کارا رو کرده. آره ولی این کتاب به صورت کلی خیلی چیز دیگه قابل احترامه تو دنیای الان. یعنی حالا هر کی که بوده، هر جوری که نوشته شده، مطالبی که نوشته خیلی در واقع آره مطالب قابل احترامی. بعد یه جا دیگه میگه که هیچ ملتی نیستش که از جنگ طولانی بهره ببره. من دیگه هیچ نمیگم. بعد میگه که وقتی اپیزود سکوت داره و پاز داره میگه وقتی دشمن رو محاصره میکنید، خیلی جالب، میگه براش باید راه فرار بذاری. خب میگه دشمنی که بدون هیچ راه فراری نداره با تو یه جوری میجنگه دیگه، میخواد بیاد بمیره دیگه. آره دیگه. میگه براش یه راه فرار بذاری که عقب نشینی کنه، یه راه نفسی داشته باشه. که الان میدونیم همون کی داره این کار انجام میده. دیگه لازم نیست اشاره بیشتر از این. و آخرین جمله که میخوام از کتاب نقل کنم میگن که بهترین شمشیرها هم توی آب نمک بمونن بالاخره زنگ میزنن. و اینو منظور اینه که توی حالا دنیای الان شما بهترین استعدادا، بهترین امکانات اگه توی شرایط نامناسبی باشن اونا هم فاسد میشن و از کار میافتن. و حالا اینو من متاسفانه از نزدیک دیدم.
حالا من دوست نزدیکی داشتم که خیلی روش حساب میکردم و فکر میکردم خیلی آدم قابلی بود، به شدت آدم قابلی، مثلا با استعداد، از همه ماها خیلی چیزتر، ولی توی شرایط نامناسب فاسد شد و خیلی من همیشه ساله که ناراحت این موضوع هم و ایشون هم همینو میگه دیگه که بهترین شمشیر هم توی آب نمک بمونه بالاخره تاش زنگ میزنه. مرسی. این موضوع من به این چند وقت فکر میکردم که خب تو ایران مدرسه که میرفتیم اینا کلا مشخص بود، حالا اون موقع که زیاد نمیفهمیدیم، الان که بهش فکر میکنیم، اینکه از بالا یه طرز فکری هست در کل کشور که میاد میرسه به ما توی قسمت حالا آموزش توی مدارس که آقا ما فرق داریم با کل دنیا. ما اصلا هم غرب هم حالا شرق، ما از دینمون گرفته تا مسائل ما میدونیم ما فرق داریم، ما چی. و واقعا وقتی که حالا چه میدونم بزرگتر شدی یا اومدی این ورانو دیدی، اصلا این نیست. آدم یه آدمه دیگه، حالا لوکیشن به دنیا آمدنش فرق داره ولی کارهایی که میکنه، افکاری که داره اینا یکیه. این پرینسیپالایی که حالا تو دنیا هست 2500 سال پیش گفته شده یا الان یهو بهش میرسن و اینا. و مثلا تو ایران طرف میاد میگه نه ما فرق داریم، ما بهترینیم و اون راه ها رو نمیدیم که اونا دارن. خب یه خاصه چیزی که خیلی رایجه تو ایران، هم دیدی میگن مثلا ما ایرانی‌ها باهوشیم، ما خیلی اینا قویاً من تاکید میکنم که غلطه. یعنی خبر بد اینه که ما اصلا باهوشتر از آدم دیگه دنیا نیستیم، ولی خبر خوب اینه که کم هوشتر هم نیستیم. اصلا به نظر من خیلی اینجور مسائل هوش و استعداد رو نمیتونی به یه کشور خاص نسبت بدی، نه یه قوم خاص، نه یه خانواده خاص، هیچی. درست ژنتیک و همه اینا مهمه، ولی به صورت میانگین یه جامعه بزرگ رو در نظر بگی توش آدم خیلی باهوش، متوسط، داغون، نمیدونم همه مدل هست، پالتاق هست، خوب هست، باشه، همه اینا هست. فرهنگ و اینا قطعا تاثیر داره، ولی اینکه ما مثلا باد کنیم و فکر کنیم که مثلا ما ایران این باد خیلی دیگه فرش قرمز، نه آقا ببینید ملت‌های دیگه هم همه مدل واقعا چیزی توشون هست و اینا دقیقا همین که تو از بالاه دیگه، از بالا قشنگ شستشوی مغزی بیاد. و من یادم ما میخواستیم بیایم خیلی ها میگفتن تو نماینده ایرانی. اینم خیلی بد مسئله سنگی بهت میدن. تو ایرانی ها هر جایی که رفتن درخشیدن. ایران و ایرانی. حالا هنوزم این حرف زده میشه، یعنی نه مختصر، ولی چون من تجربهش کردم اصلا یه چیز عجیبه. بعد اومدیم اینجا واقعا دیدیم نه اصلا همین داستان همه جا هست. اصلا این غلطه، این باعث عقب افتادن آدم میشه. آره که اون کاتگوری و آره تو یه لیبلی روی یکی گذاشتی، بعد تو اولا به خودت زحمت تلاش کردن نمیدی به خاطر اون لیبلی که روته. دوما اگه به جایم نرسی مثلا میندازی گردن این و اون دیگه. این بود دیگه. دشمنی ما داریم که نمیذاره ما هیچ وقت به هیچ جا بریم. ولی خب واقعیت این نیست، اصلا جای دیگه اینجوری. یکی میگفت به من، فرهادم از من شنیده، به ما یعنی داشت پند و نصیحت میداد که شما که الان اومدین پدر مادرتون این موقعیت رو براتون فراهم کردن، اگه کمتر فوق لیسانس این مملکت بگیرید همه این زحمات رو ریختید پاشیدید. آره آقا چرا به بچه اینو میگی؟ دلم میخواد ببینمش. و آره این فشارم بود. من مثلا اوایل که می اومدم خب خیلی دوستایی داشتم تو همون مدرسه و کلاسمون که آدم خودشو میدونه دیگه، میدونه مثلا از لحاظ لول درسی و هوشی و اینا اطرافیانشو میتونه بسنجه. بعد این حس بدتون بود که آقا چرا من اینجا اونا نیستم مثلا. این میدونی حس میکردم این خب بد بود دیگه، اینجور فکر کردن. یه شرمی به تو میده که مثلا من اینجا ایلان ماسک نشم بده. آره نمیدونه الان ایلان ماسک آدم‌ها تلاش کنه ازش دور کنه. ایلان ما گیر کرده. ولی من من اول فکر کردم این اون کتابیه که ازش اپیزود رواقیگری رو دادی، اونم کتاب قدیمی بود نه؟ اون روه مدیتیشنز چپ که قراره اپیزود 2 هم بدی، درست میگم؟ نه آقا چرا من فکر کنم تموم شد. چی بگم میخواد فردا اپیزود 2 میخواد. یه جای اون نگفتی یه اپیزود دیگه هم داره؟ نه اون کلش تو همون یه قسمتی قبل اینکه برم تورنتو. آره قبل اینکه برم. خیلی هم
خیلی مورد استقبال شده. خیلی اون خیلی من دوستش دارم. میگم خیلی خوب بود. کاربردش عمیقه ولی اون هنر رهایی هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها The Subtle Art of Not Giving a Fuck اون خیلی تاثیر کم سطحیه. ولی من کامنت بدم در مورد این سطحی‌ها هم چون خودم خوندم شخصا اگه حالا زیاد کتابای حالا عمیق و اینا نخونده باشی خوبه اینجور کتابا واسه شروع که مثلا یه سری کانسپت ها رو بهت نشون بده بعد بری دنبالش. به اصلا بعد نیست اگه کانسپت ها علمی باشه خوبه ولی ممکنه مثلا یه کانسپتی بیاد و مطرح بشه و این بدتر ما رو دور کنه از واقعیت. مثلا چیزی که من زیاد مخصوصا توی حالا این پست‌های اینستاگرام و این یه سری آدمایی که معروف میشن یه سری حرفای خیلی ساده و دم دستی که ما دوست داریم بشنویم. مثلا آقا شما خیلی با ارزشید، خیلی رفتارتون درست، نباید بذاری هیچ کسی تو رو خوردت بکنه. همه اینا حرفای درستیه ولی اون کانتکست مهمه و شدتش و شما تا چه حدی میخوای مثلا افراطی اون رو اعمال کنی هم مهمه. نمیدونم سرمایه‌داریه دیگه. مثلا تو باید مثلا بیزنس خودتو داشته باشی و یه روز این درست میشه. من میبینم یعنی دیدم آدمایی که اگه مثلا این سال پیش یه مسیر مشخصه حالا کم ریسک تری رو رفته بودن الان خیلی زندگی بهتری میتونستن داشته باشن ولی از اول توی همین مدل حرفای دم دستی و سطحی بودن و باعث شد از اون مسیری که میتونسته توش باشه فاصله بگیره. ما نمیگیم بده ولی لزوما بهترین هم نیست. حالا خود آدم باید قضاوت کنه دیگه. واقعا. بسری کامنت بخونم. برو برای کامنت خیلی حال میده. فرهاد کامنت گذاشته. خوده؟ نه یه فرهاد دیگه ولی شاید نامی. خیلی شاید فرهاد باشه. خیلی عالی و کاربردی کاری که از دل برایت بر دل نشیند. دمتون گرم. دم شما. احتمالاً فرهاد خود گذاشت. توی کست باکس محمود گفته فرزا رفتی کست باکس عالی بود اپیزودا اگه همینطوری بار اطلاعاتیش بیشتر باشه جذاب تره که این همیشه این کامنت رو ما میگیریم دو طرف هست. یه سری میگن فانش آره یه سری میگن آره فان تر باشه 50-50 دیگه. کامنت های فان بودن کار سختیه میدونید اون چون ذاتیه تو باش باید استعدادشو داشته باشی و باش به دنیا بیای ولی حالا اطلاعات چه کاری که ما میتونیم انجام بدیم ولی فان دیگه همینه. یکی از پایه‌های فان هم خب نیست. آره دیگه ایمان واقعا میشه فان تر انرژی چیز بیشتر. من خودم کی بود هفته پیش بود رفتم یه سری به پادکست دوگ نباش زدم یه دوز فان گرفتم و اومدم. خب کوروش هم خودش آدم عجیبیه. سانی دی این کامنتو گذاشتن پادکستتون یه جوریه که من همش در حال پاز کردم. اینو من خوندم آره تا بتونم تو شرایطی بهش گوش بدم که ششتونگ حواسم بهتون باشه. واسه همین شنیدنش برای من 3-4 روز طول میکشه اما لذتشو میبرم. مرسی بچه‌ها که اینقدر خوبین و برای کارتون ارزش قائلین. من حس می‌کنم بعد سری کامنت های بدم بخونم چون همش دارم ندارم همه مثبت‌ها رو برداشتم بردم. واسه از این به بعد میگی کامنت بوده که چی بود؟ چرا خبر از فلوریدا دیگه نمیخونید؟ اینم خودم دنبال خبر فلوریدا هم ضعف ما پیدا نکردم. ولی گشتی پیدا نکردی یا جالب نبوده مثلا خیلی کاور کردیم مثل چون قبلا بوده جالبای فلوریدایی تمش یکیه تکراری شدن فلوریدا باید یه لول جدیدی بزنن. چیز خوب میزوری و اینا الان اتفاق جالب چی شده بیفته نه الان اطلاع دقیقی ندارم آره ولی میزوری اینا جایین که اتفاقای عجیب غریب توش زیاد میفته. آلاباما میزوری گفتن که علی گفته که سلام و خسته نباشین به رفقای خودکست. اولین که عاشق محتواهای کارون هستم و چون وضعیت مشابهی باهاش داشتم و متاسفانه بخش زیادی از زندگیم سر همین موضوع خراب شد همین حالا موضوعات کنکور و دانشگاه و ازدواج و طول کشید تا تونستم بالانسش کنم و کمی بهش مسلط بشم. خیلی از محتواش لذت میبرم و خیلی به کارون افتخار میکنم که تونسته اینقدر راجبش مطالعه و پیشرفت کنه و واقعا محتواهاش تاثیر خیلی خوبی رو میذاره. خسته نباشید و دمتون گرم. این کامنت های این هفته بود. یه سری
جالبم سخت شده پیدا کردم واسم واقعا. داشتم بگم چون انقدر خبر و اینا زیاده واقعا دیگه نمیتونم بفهمم چی جالبه چی نیست. ولی چیزی داری اصلا الان؟ آره یه خبری که حالا تو این اخبار بوده همیشه تو این چند وقت به خصوص در مورد این که ترامپ میگفت که بیاید کانادا رو بکنیم ایالت 51 و اینا. یکی از حرفای اصلیش این بوده که به خاطر این مرز بلندی که بین این دو کشور هست خیلی مواد مخدر داره وارد آمریکا میشه از کانادا و مشخصا فنتانیل. فکر کنم قبلا در مورد فنتانیل صحبت کردیم. یه ماده‌ایه که خیلی قویه، توی پزشکی استفاده میشه برای مسکنه، ولی مثلا یه جا خوندم 100 برابر از مورفین قوی تره و بین 20 تا 40 برابر هم از هروئین. و خب توی ستینگ بیمارستان یه سری پچ هست که حالا روی دست و پا مثلا میذارن بیمارایی که خیلی درد عجیب غریب دارن و دوزای خیلی کم یه کمی مسکن باشه. و خب حالا کارتلایی که اینجا هستن یا دراگ دیلرها یا اینا رو میدزدن، اونایش که واقعا واسه مدیکال استفاده میشه واسه بیماریا، یا اینکه خود مواد رو یه جوری وارد کانادا میکنن چون ارزون هم هست. بعد مشکلی که داره چیزی نیست که تو آشپزخونه های چرا آره یه دونه دیگه‌اش هم اینه که توی لب درست میکنن اینجا. بعد مسئله ای که داره خب نه بوی خاصی داره نه شکل خاصی، مثل یه پودره و وقتی که حالا قاطی بشه با مثلا کوکائین یه مسئله اینه دیگه، مثلا طرف میره گردو رو چشم رو به ابراز طرف میره کوکائین بگیره برای مصرف، نمیدونه که توش فنتانیل هست. به خاطر اینکه ارزون تره میام فنتانیل مثلا میریزن که وزنش بیشتر بشه یا سودشون رو بیشتر بکنه و خب اووردوزای عجیبی تو ونکوور به خصوص هست. این هفته نزدیک به 1 پوند یکی داشته از همین مرز سیاتل از کانادا میبرده آمریکا که گرفتنش. و این دیگه کمی داستان شده که چه تبهکار احمقی باید باشی که این کار بکنی. یعنی به چی اعتماد اینا که متوقف نمیشه. الان صنعت دراگ دنیا این همه تلاش میکنن نمیتونن بگن، اینا همیشه ادامه پیدا میکنه. آره چند درصدش گرفته میشه. حالا این یه دونه گرفتن ولی چند تا رد شده. چند هفته پیش یه هندیه رو گرفته بودن، انقدر میخواستم واقعا نزدیک بود با یه مش میزدم بهش. یه پسر هندیه بود که حالا تو فرضت نه همین صحبت چیز نشه قطع نشه. یه پسر هندیه بود که خیلی هم تو سوشال مدیا اومده بود کانادا و تو بنف و شهرهای مختلف رفته بود و اینا و مثلا ریلز میذاشت میرقصید، هم خیلی دوستش داشتن و اینا، حالا تو کامیونیتی هندیا. بعد همین داستانه ترامپ که شد و طرفا رو گذاشت و اینا، اینو یه جوری گرفتنش مچشو تو کانادا. مثلا نزدیک حالا میگم اصلا آماده نکرده بودم، جسته گریخته خونده بودم راجبش، یه عدد زیادی فنتانیل این داشته بود مثلا قاچاق میکرده بود. آره حالا قرص خاصه آمریکا، آره یا اصلا می‌خواسته تو کل کانادا پخش بکنه و گرفته بودنش و میگفتن که آره این توسط همین مثلا حضوری که تو فضای مجازی داشت و اینا استفاده کرده بود و کلی فروخته بود که مثلا تخمین زده بودن این مقدار فنتانیلی که داشته میتونست راحت حدود 500,000 نفر رو بکشه. 500,000 نفر؟ میگم چون مقدارش خیلی کمه و میتونه تو حجم زیاد آدم بکشه. حالا من به واسطه آدمایی که تو این مثلا تو فیلد پلیس و اینا کار کردن دیدم که مثلا چقدر تینیجرها، چقدر مثلا بچهای سن کوچیک اینا هروئین گرفتن، کوکائین گرفتن، اینا که مثلا مصرف بکنن توش فنتانیل بوده، تق فوت شدن. اینی که خم میشن هم به خاطر همین. نه اون کرکه، اون کوکائین ارزونه. کرک آنها شیشه است فکر کنم. خیلی اطلاعاتمون راجع به مواد مخدر قوی نیست. حالا متاسفانه یا خوشبختانه ولی آره. یه خبر جالبم از ایالت نیویورک خوندم. اسم شهرش چی بود؟ راچستر. آره. یه خانم 104 ساله‌ای که اونجا توی خونه سالمندان طوری بودن، آرزویی که داشتن واسه اون تولد 104 رو میشون این بوده که
برن داخل یک زندان رو ببینن، چون تا حالا زندان نرفته بودن. و خلاصه برنامه میریزن با پلیس با پلیس لوکال اونجا و میبرن یه شب خانم زندان. دستبند اینا. آره دستبند میزنن که شب آره ماک شاتشو میگیرن و نمیدونم شب اونجا مونده یا نه، ولی خیلی حال میکنه و کل پلیس هم باهاشون عکس میگیرن، عکسشون رو میذارن اینجا. جالب بود. زندان هم ایشون رفتن. چقدر شدیم از لحاظ زمانی؟ 1 ساعت و 20 دقیقه. خوبه فکر کنم این مارکو همیشه باید هیت. بله بعضا ببندیم. آره دیگه. هفته قبلم که گفتیم ما پنجشنبه صبح تا ظهر ایران میایم، هر هفته هم میایم. دم همگی گرم. مرسی که میاید، مرسی که کامنت میذارید توی همه فضای مجازی. آره خیلیاش خونده میشه. بدونیم خوب یوتیوب رو همش خونده میشه. آره ازمین اینستاگرام من نه، ولی فرهاد قول داده که میبینم. هفته پیش ندیدم. چرا دروغ؟ توی توی اسپاتیفای هم میشه کامنت گذاشت. من خودم آره، ولی یه جوری ستینگش که کامنت رو پابلیش نمیشه، میاد زیر دست من و من پابلیششون. فقط خوب بذارید تا من پابلیش کنم. کامنت خوبا رو فرض پابلیش کنید. دمتون گرم. مرسی که گوش دادید. هفته دیگه میبینیمتون. خدا.